برنامه 2 روز گذشته بعد از سوی روسیه به رسمیت شناختن استقلال منطقه‌های جدایی طلب شرق اوکراین به نام دنر و النر، قرب رسمی روبل روسیه در تاجیکستان بیش از 5% پایین رفت. اگر روز 21 فوریه پیش از آن که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ولایت‌های دونتسک و لوگانسک را اعتراف کرد، 1000 روبل روسی در تاجیکستان 149 سومونی قرب داشت. روز 22 فوریه قربش تا 144 سومونی برای 1000 روبل پایین فرآمد و روز 23 فوریه الکی تا بعد 141 سومونی و 60 درهم افتید. قرب روبل امین طور در برابر دیگر اسعار خارجی نیز به شدت کاهش یافته ایستاده است و برای مثال قرب $1 امریکایی در بیرژه الکی به 80 روبل نزدیک شده است. اقتصاددانها در پس منظر موج نو تحریمات بین المللی به ضد روسیه برای رفتارش نسبت به اوکراین در آینده باز هم پایین رفتن قرب روبل را پیش بینی میکنند. افت قرب روبل به خصوص به سطح درآمد مهاجران کاری از جمله مهاجران تاجیک که بیش از 1 میلیونش در روسیه کار میکنند و همچنین به اون خانواده ها در تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگارش پولهای فرستاده عزیزان مهاجرانش از روسیه است ضربه جدی میزند. در عین زمان قرب رسمی دلار و یورو در تاجیکستان تقریبا به تغییر باقی مانده. روز 23 فوریه $1 11 سومونی و 30 درهم و 1 یورو 12 سومونی و 80 درهم ارزش داشت. هنوز تا اعتراف منطقه های جدایی طلب اوکراین، اجنسی اعتبارسنجی اقتصادی و مالیوی مودیس پیش بینی کرده بود که تحریمات نو به ضد روسیه از همه سخت به اقتصاد آن کشورهای اسنگه که از روسیه وابستگی زیاد دارند از جمله به اقتصاد بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، مولداوا و ارمنستان ضربه خواهد زد. مودیس گفت در قبال تحریمات ضد روسیه از همه آسیب پذیر تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور مهاجر فرستند که حجم پولهای انتقالی مهاجرانشان خیلی کم می شود.